حتما یادتونه ویروس کرونا وقتی شیوع پیدا کرد دنیا رو یه جورایی متوقف کرد و از نو به حرکت در آورد. یعنی همه چی رو تغییر داد. یکی از مسائلی که در این دوران اتفاق افتاد در 20 آوریل سال 2020 بود. در این روز برای اولین بار در تاریخ نفت قیمت نفت منفی شد. The price of oil has collapsed to a record low. We've never really seen anything like it. WTI this morning down more than 35%. یعنی چی منفی شد؟ یعنی قیمت هر بشکه نفت شد منهای $37.63. بازم نمیفهمم قیمت منفی یعنی چی؟ بله، در اقتصاد یک اتفاقی وجود داره که بهش میگن نگاتیو پرایسینگ یا به فارسی قیمتگذاری منفی. قیمتگذاری منفی پدیده‌ایه که کم و بیش اتفاق افتاده، اونم در مورد چیزهای مختلف. مثلا در سال 1956 قیمت پیاز در آمریکا منفی شد. یا مثلا در سال 2009 برای یک روز قیمت برق در کانادا منفی شد. موضوع یه مقدار گنگه و درست متوجه نمیشیم. چطوری میشه قیمت یک چیزی منفی بشه؟ اگر بخوایم این اتفاق رو در اقتصاد بشناسیم، باید با پیش فروش های کالا آشنا بشیم. یعنی قراردادهایی که برای آینده بسته میشه که در انگلیسی بهش میگن فیوچرز کانترکت. هر کالایی تو دنیا با قرارداد آینده هم خرید و فروش میشه. مثلا طلا یا همین نفت خام. قرارداد آینده یا قرارداد آتی از سالها پیش طراحی شده که داد و ستد بین عمده فروشا و خرده فروشا قیمتها رو پایدارتر نگه داره و بی‌محابا بالا پایین نشه. مثلا یک مزرعه داری که برنج تولید میکنه، قیمت هر گونی برنجش $10. در اینجا یک سوپرمارکت میخواد برنج این مزرعه رو بخره و ببره تو مغازش بفروشه. میره به صاحب مزرعه صحبت میکنه و با همدیگه یک قرارداد آتی امضا میکنن که مثلا تا 12 ماه آینده برنج این مزرعه رو به من کیسه $10 میفروشی. اگر بازار بالا پایین بشه تأثیری روی این قیمت نخواهد داشت. این قرارداد هم خیال سوپرمارکت دار رو راحت کرده که تا 1 سال آینده برنج فروشگاهش با قیمت مشخص تامینه. از اون طرف هم مزرعه دار خیالش راحته که تولید برنجشو تا 1 سال آینده فروخته. قیمت برنج بره بالا بره پایین تو حال این دوتا تأثیر نداره. این ساده ترین تعریف یک قرارداد آینده است. اما امروزه این قراردادها شده مثل سهام. چطوری خرید و فروش مثل سهام شده؟ مثلا من میرم یک حواله‌ای که قراره 6 ماه دیگه بهم برنج تحویل بده رو میخرم به امید اینکه در موقع تحویل برنج بازار بالاتر رفته باشه و من سود کنم. برعکسش هم هست که بهش میگن فروش استقراضی. یعنی شما میرید برنجی که قراره بهت 6 ماه دیگه تحویل بدن رو میفروشی. اگر موقع تحویل برنج گرونتر شده باشه شما ضرر میکنی چون قبلا فروختی. اما اگر قیمتش اومده باشه پایین شما سود کردی چون قبلا گرونتر فروختی. این معاملات یه جورایی مثل شرط بندی میمونه. یعنی مثلا به جای اینکه نفت رو برای تحویل در سال آینده بخری، داری در اصل تحویل اون سال آینده رو میفروشی. این قانون تو بازار سهام هم وجود داره. یعنی شما میتونی یک سهمی رو که اصلا نداری بری بفروشی. البته باید پولش رو بدی. همینجوری الکی نمیتونی بری بفروشی. تو بازار اقتصاد دنیا اینجور معاملات رو به 2 قسمت تقسیم کردن. شورت و لانگ که یعنی کوتاه و بلند. اما اگر لانگ و شورت رو اینجا به فارسی ترجمه کنیم، لانگ میشه موضع معاملاتی خرید، شورت هم میشه فروش استقراضی. یک مثال دیگه بزنم که بهتر متوجه شید. مثلا من پیش خودم احساس میکنم سهام کارخونه فورد میاد پایین، برای همین میرم سهامشو شورت میکنم، یعنی فروش استقراضی میکنم. سهامشو ندارم ولی پول میدم و میرم 500 تا سهمشو میفروشم. اگر این سهام طبق پیشبینی من افت کنه، همون مقداری که افت کرده سود منه. اگرم برعکس پیشبینی من رشد کنه، من کلی ضرر میکنم و شاید کل پولمو از دست بدم. برعکسش هم میشه مثل همین سهام خریدن.
با قیمت امروز میخری و میگی ماه دیگه میره بالاتر و میفروشم سود میکنم. تو دنیای امروز اینجور معاملات رو با هر چیز ارزشمندی میتونی بکنی. سهام، واحدهای پولی دنیا مثل دلار یا ین، فلزات مختلف مثل طلا، تیتانیوم، روی، مس یا هر فلز دیگه‌ای. البته اینم بدونید که وقتی یک قرارداد آینده رو میخری یا میفروشی، حتما نباید 100% پولو پرداخت کنی. میتونی با پرداخت درصدی از وجه اون این معامله رو انجام بدی. شما انقدی پول پرداخت میکنین که اگر ضرر کرد بتونی ضررش رو جبران کنی، چون چیزی که تحویل نگرفتی بخوای همه پولو بدی. شما یک پولی میذاری و شرط بندی میکنی. اینجور معاملات برای کالاهایی که خیلی جاگیرن و هزینه نگهداری بالایی دارن، قیمت آیندهشون معمولاً بالاتر از قیمت امروزه، چون احتیاج به انبارداری دارن و هزینه نگهداری اون میاد روی کالا. مثلا امروز یک بشکه نفت $20 قیمت داره. شما اگر این نفت رو بخواین الان تحویل بگیرین، باید $20 بدی و نفتتو تحویل بگیری. اما اگر بخوای 6 ماه دیگه تحویل بگیری، این قیمتش دیگه $20 برای هر بشکه نیست. هزینه نگهداری این نفت هم تا اون زمان میاد روش و میشه مثلا هر بشکه $25. شاید موقع تحویل این نفت بازار شده باشه $35 و شما سود خواهی کرد، یا برعکس. اما معاملات آینده برای چیزهایی که زیاد جاگیر نیستن، مثلا مثل سهام، دیگه هزینه نگهداری نداره و چیزی بهش اضافه نمیشه. خلاصه اینجور معاملات بعضیا میگن قماره، بعضیا هم میگن نه، این میتونه یک شرط بندی مهندسی شده باشه. البته باید بدونید که اینجور معاملات در اقتصاد ریسک بسیار بالایی داره، یعنی خیلی راحت میتونی کل سرمایه‌ت از دست بدی. خب اجازه بدیم بریم عقب در 20 آوریل 2020، موقعی که قیمت نفت در بازارهای جهانی منهای $37.63 برای هر بشکه شد. یعنی مثلا یک سرمایه‌دار در 6 ماه قبل از این تاریخ نفت رو برای تحویل در همین تاریخ بشکه $20 خریده، اما وقتی میرسه به این تاریخ قیمت نه تنها بالا نرفته بلکه منفی هم شده، اونم 37 خورده ای. یعنی $20 اونجا داده، $37.5 هم باید بذاره روش تا بتونه از این معامله بیاد بیرون. یعنی یک ضرر سنگین. وقتی میگیم قیمت نفت اینجوری منفی شد، نه اینکه مصرف کنندگان بتونن نفت رو بگیرن و یک پولی هم روش بگیرن. این فقط تو معاملات اتفاق میفته و ربطی به مصرف کننده و تولید کننده نفت نداره. حالا چرا اینقدر قیمت نفت سقوط کرد؟ وقتی کرونا به اوج خودش رسید، یادتونه که شهرها شده بود سوت و کور و خلوت، کارخونه ها تعطیل، ماشین ها بنزین لازم نداشتن که بزنن. همین چیزها باعث می شد انبارهای نفتی پر بشه و دیگه هیچ انباری نتونه نفت تحویل بگیره. چیزی که این بازار رو بدتر و بدتر کرد، جنگ نفتی عربستان و روسیه در همین زمان بود. به همدیگه لج کرده بودن و تولیدشون رو برده بودن بالا، که همین کارشون باعث شده بود که قیمت نفت در دنیا سقوط کنه. جنگ نفتی روسیه و عربستان تحت فشار آمریکا نه تنها باعث شد خود این دوتا کلی ضرر کنن، بلکه کشورهای نفتخیز دیگه هم کلی ضرر کردن. البته معامله‌گران هم این وسط یا کلی سود بردن یا کلی ضرر کردن. مثلا 9 تا جوان اهل اسکس انگلیس در همون روز $660 میلیون به خاطر ارزون شدن نفت پول درآوردن. چرا؟ چون اونها نفت آینده رو فروخته بودن. مثلا $40 فروخته بودن و وقتی به موقع تحویل رسیدن قیمت شده منفی $37. پس اینجا این جوانان نفت رو $40 فروختن، $37 خورده‌ای هم منفی شده و $77 خورده‌ای برای هر بشکه سود بردن. در اینجا این سود مثل قمارخونه میمونه، یعنی یه نفر برده در عوضش یه نفر دیگه باخته. این سودی که اینها بردن از باخته‌های دیگرانه. مثلا بانک آف چاینا در همین روز بیشتر از $1 میلیارد گذاشت زمین، چون از اون طرفی معامله کرده بود. یعنی چی؟ یعنی پیش خرید کرده بود که بهش لانگ هم میگن. حالا چطوری باید اینجور خرید و فروش‌ها رو انجام بدیم؟
توسط کارگزاران. کارگزار کیه؟ میتونه یک وبسایت خیلی کوچیک باشه یا یک وبسایت غول باشه. اسم وبسایت نمیاریم ما چون نمیخوایم یک حالت تبلیغاتی داشته باشه. ولی میتونید تو این وبسایت‌های کارگزاری یا به انگلیسی بروکر عضو بشین و همه جور این معاملات رو چه خریدش چه فروشش رو انجام بدین. حتی میتونید نرخ برابری بین پول‌ها رو هم خرید و فروش کنید. مثلا اگر 1 یورو امروز 110 سنت آمریکاست، میتونی همینجوری معاملات آتی کنی، بفروشی یا بخری و در آینده طبق نرخ برابری این دوتا سود یا ضرر کنید. البته اینو بدونید که این جور بازارها خیلی پر ریسکه و نمیشه بیگدار به آب زد. کسانی که این جور جاها معامله میکنن مطالعه هم دارن، میرن تمام وضعیت بازار رو میخونن، بعد تصمیم میگیرن چه معامله‌ای انجام بدن. با این وجود بازم ریسکیه. برای همین به این جور معاملات میگن پر ریسک ترین کار اقتصادی.